ببین نیا کن الان آقای خاتمی با آقای روحانی، این دوتا الان یه کارایی دارن میکنن، یه حرفایی دارن میزنن مردم ایران رو گیج کنن. من سوالم از خاتمی و روحانی ظریف، من سوالم از شما اینه: این مردم عزیز ایران چه هیزم تری به شما فروختن که شما فقط بدبختی این آدم ها رو میخوای؟ چه گناهی ما کردیم؟ چه گناهی ما کردیم که آدمایی مثل شماها افتادن دهن ما رو میخواین سرویس کنیم؟ از طریق اصلاحات، از طریق اوباما، باز دوره، از طریق آمریکا. تو یه خیابون تو آمریکا به من نشون بده که وضعیتش از وضعیت خیابونای ایران مثلا بهتر باشه، من بگم حرف درسته. کجای شما ایران باید تفنگ به کمرت ببندی تا بتونی بری تو خیابون؟ تو کجای ایران؟ میخوام من بگم تو چند جا تو تگزاس تو اصلا اگه تفنگ رو خودت نداشته باشی پلیس بگیرتت بهت تازه یه تیکت میده. آقای خاتمی، آقای روحانی، آقای ظریف، دنبال چی هستین؟ یه عمر بیشتر زندگی نمی‌کنی. تو چه نمیخوای مثلا اسمت بره تو اسم اون آدمایی که اینا کسایی بودن که چکش زدن واسه مردم ایران؟ شما اسمتون میره وقتی ما ایرانی‌ها بردیم، واسه اینکه ما که میبریم. ما با خداییم، خدا با ماست. وقتی ما میبریم. وقتی ما بردیم، اسم شما رو میدین چطوری مردم یاد میارن؟ میگن اینا اون کرمایی بودن که ما از این کشیدیم بیرون. اونا اون کسایی بودن که بدی من و تو رو میخواستن. اونا کسایی بودن که میخواستن من و تو ایرانی سختی بکشیم که اینا 2 ویلا بیشتر تو آمریکا و انگلیس و لندن و اینجور جا داشته باشن. وگرنه ایران جای بد. تو ایران چیکار میکنی آقای خاتمی، آقای روحانی، آقای ظریف؟ شما که فردا فرار میکنین میرین، بقیه مردم چیکار میخوان بکنن؟ ازت نکنین، با نوهاتون بازی کنین. ما ایران رو مگه الکی به دست آوردیم فکر می‌کنیم همونطوری به الکی به دست شما میدیم؟ زنده باد ایران و ایرانی. ببین، خدا 1000 مرتبه شکر به رهبرمون، خدا 1000 مرتبه شکر. اگه رهبرمون نبود، اگه بچهای ارتشی نبودن، سپاه و اون یکی IRGC، نمیخوام اسم رو بگم، ولی اگه نبودن شما پالیتیشن ها الان ونزوئلا بودین یا نبودین؟ پس واسه مردم ایران خدمت کنین، باید بذاری. یا علی مدد.